درد مشترک خیلی از ما اینه که فکر میکنیم چون ذهنمون جمله ای رو باور کرده پس حتما اون جمله درسته. ما اغلب تصور میکنیم تحلیلی که از آدم‌ها داریم و برداشتی که از رفتارهاشون میکنیم واقعی و قابل اعتماده. فقط به این دلیل ساده که در ذهن ما شکل گرفته. اما حقیقت اینه که آنچه در ذهن ماست لزوماً واقعیت نیست. ذهن ما میتونه قضاوتگر باشه، میتونه بدبین باشه، میتونه از ترس‌ها، تجربه‌ها و زخم‌های قدیمی تغذیه کنه و بعد همونها رو به جای واقعیت به ما غالب کنه. اگر میخوایم آدم‌ها رو واقعی‌تر ببینیم بهتره به جای تکیه بر تحلیل‌های ذهنی به شواهد رفتاری و ارتباطیشون نگاه کنیم. رفتارها چی میگن؟ گفتگوها چه تصویری میسازن؟ تداوم یا تناقض عملهاشون چطوره؟ وقتی شواهد رو میبینیم تحلیلامون متعادل‌تر میشن و فاصلمون با توهمات ذهن همیشه شکاک و قضاوتگر کمتر میشه. و اگر شواهد واضح نیست، اگر ابهام داریم، بالغ‌ترین کار اینه که به جای فرضیه سازی حرف بزنیم، سوال بپرسیم، گفتگو کنیم و سعی کنیم تحلیل هامون رو با واقعیت طرف مقابل هماهنگ کنیم. صمیمیت ها زمانی پایدار میمونن که بر اساس ذهن خوانی و قضاوت رفتار نکنیم، بلکه به آدم ها فرصت بدیم رفتارهاشون رو در زمان ببینیم و بعد عاقلانه و آگاهانه از طریق حرفها و عملهاشون رفتار خودمون رو تنظیم کنیم. اگه این حرفا برات آشنا بود، اگر جایی ازش خودت رو دیدی، ازت دعوت میکنم کمی مکث کنی، بیشتر ببینی و به جای قضاوت‌های سریع گفتگوهای صادقانه تری رو انتخاب کنی. اگه دوست داری توی این مسیر با هم ادامه بدیم، کانال رو دنبال کن و این صدا رو با کسی که فکر میکنی به شنیدنش نیاز داره به اشتراک بذار. شاید یه گفتگو، یه رابطه یا حتی یک دل با همین شنیدن کمی امن‌تر بشه.